پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند احب الاسماء الی الله، محبوب ترین اسم ها نزد خدا دو تا اسم برای پسر، عبدالله و عبدالرحمن. بعد اسامی که با صفت عبودیت باشه، یعنی صفت عبد داشته باشه، نه عبدالعلی، نه عبدالعلی، نه عبدالحسین. نه عبدالرسول. اینا اسمای شرکیه. عبد وقتی میاد با یک طرفش الله باشه، عبد وقتی میاد با طرف مقابلش الله باشه، چون عبد داریم و رب داریم. حتی غلام حسین، ما غلام حسین نیستیم، ما غلام حسین نیستیم. اگر قرار باشه ما غلام باشیم، غلام یک نفریم. قل هو الله احد. با عقیده نمیشه بازی کرد. عبد فلان و عبد فلان و عبد فلان. بهترین اسمها عبدالله و عبدالرحمن. و بعد بهترین اسمهایی که صفت عبودیت داشته باشه، یعنی 99 تا اسم خدا اولش بیاری عبد. عبدالله، عبدالکریم، عبدالستار، عبدالمنان، عبدالغفور، عبدالشکور، عبدالحسین، عبدالرسول. کاری به مذهب ندارم، تو شیعه و سنی هست. عبدالرسول کمه تو سنی ها؟ ما میخوایم یعنی از بندگان خدا خدا درست بکنیم؟ همه پیامبران آمدن که به بندگان خدا بگن انا عبدالله واجتنبوا الطاغوت. هیچ عالمی حق نداره به مردم اجازه بده دستش ببوسن. باید این تمام بشه. قدسیت به این معنا نیست. احترام عالم دارید، محبت عالم دارید، دعای خیر میکنید، حمایت میکنید از عالم، اون بحث جداگانه است. عالم هم به تو خدمت داره میکنه، احترامش جای خودش. اما این که خم بشی دستش ببوسید، خم شدن فقط برای الله. الله اکبر، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلی و بحمده. دیگه مال کسی دیگه نیست. مصافحه معانقه اشکال نداره، اما خم شدن ما اجازه نداریم.